با سلام مجدد به ادامه برنامه‌های دری خوش آمدید. شنونده عزیز، به طور آگاه طی 5 ماه است که حکومت افغانستان در دست گروه طالبان قرار دارد و تا هنوز کدام کشورهای منطقه و خارج نیست حکومت ایشان را به رسمیت نشناختند. با وجود این، مشاهده‌های ما از رسانه‌های گروهی فشار سر مردم افغانستان، مخصوصا زنان و اطفال و سایر اقوام این کشور بیشتر و بیشتر می‌گردد. شنونده عزیز، فعلا ما دادلا حساس کارشناس مسائل سیاسی را از کشور کانادا روی خط داریم. آقای حساس، به برنامه دری خوش آمدید. سپاس و امتنان از شما. زنده باشید. آقای حساس، میتونید بگین که طی 5 ماه است که حکومت در دست طالبان است و ایشان مردم افغانستان را پس از این که در صحبت جبهه مقاومت و گروه طالبان گفته که طالبان حاضر به تقسیم عادلانه قدرت در افغانستان نمی باشند، پس مردم افغانستان چرا باید منتظر باشند از ایشان؟ بار دیگه سپاس امتنان از شما. سلام احترام و عرض ادب خدمت شما، سایر همکارا و مردم غیر و قهرمان تاجیکستان. با پاسخ شما باید گفت که طوری که همه میدانیم گروه طالبان یک گروه مسلح افراطی قومی هستند که اونها اگر قدرت را بخواهند تقسیم بکنن، در حقیقت طالب وجود نداره. طالبان گروهی هستند که به زور تفنگ و به زور جبر بالای مردم حکومت میکنن و قدرتی را که در افغانستان هم به دست آوردن قدرتی است که تقریبا در یک معامله برشان تسلیم شده و اینا فکر میکنند که با همین زور تفنگ و جبر بالای مردم افغانستان حکومت کرده میتونن و حکومت خود ادامه خواهند داد. ولی به هیچ صورت هیچ نیروی و شمول گروه طالبان وقتی که با مردم هم نوا نباشند، با اقشار مختلف اجتماعی در جامعه هم نوا نباشند، به هیچ صورت به قدرت خود ادامه دادن نمیتونن و این قدرت نیست که دوام کنه. بله آقای اساس، میتونید طالبانی امروز را با طالبانی 20 سال قبل شما میتونید بگین که در همین 20 سال طوری اونا گفتن اونا تغییر کردن، اصلا تغییری اونا را شما مشاهده میکنین؟ سیاست یا حکومت ایشان هیچ گونه تغییر در سبک و روش گروه طالبان به وجود نیامده و اینا حتی در شرایط کنونی ظالمتر و خشنتر از گذشته ها هستند. صرف به خاطر ترس از جامعه جهانی و از ای که کشورهای مختلف دنیا هیچ کشور تا به حال اینا را به رسمیت نشناختند، اگر یک مقدار نرمش هم انجام بدن، این نرمش ناشی از است که اینا در ترس از این هستند که مگر جامعه جهانی با اینا یک برخورد دیگه بکنه و اینا را به رسمیت نشناسه و این حساب بعضا نرمش های را از اینا صورت میگیره. ولی به هیچ صورت اینا در تغییر در شیوه و روش خود نیاوردن و فکر میکنن که به همین شیوه و شکلی که 20 سال پیش در افغانستان حاکمیت کردن فعلا هم حاکمیت کرده میتوانند. مردم افغانستان هم مردم 20 سال پیش نیست و در اون شرایطی که در مرحله اول طالبان برای قدرت آمده بودند، در اون زمانی بود که جنگ‌های تنظیمی در افغانستان وجود داشت و مردم از برخورد گروه‌های مختلف مجاهدین ناراض بودند. فکر کردند که اگر طالب‌ها بهتر از مجاهدین باشند، با این حساب با اینها کمی مدارا کردن و یا قبول کردن که اینها چند روزی برای صحنه قدرت باشند. ولی امروز مردم افغانستان و مردم دیروز نیست و این طالبان به این فکری که هستن، به این فکر هیچگاهی به حاکمیت خود ادامه نمیتونن به چنین شکل شود.